سلام به همگی دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امروز اومدم یه فروشگاه کنار خونه، گفتم که باهاتون در میون بذارم ببینین فروشگاه هایی که برای دانشجو هستش توی مالزی به چه شکل هست، هزینه هاشون، کیفیت محصولاتشون به چه حالی هست و انقدر که ناراحتم دارم براتون ویدیو میگیرم که نگو نپرس. یعنی حالا بریم جلوتر خودتون میبینین. بزن بریم. خب بچه‌ها اومدیم اینجا یه مقداری داریم میگردیم. من فکر میکنم الان یه 20 دقیقه هست اومدم دیگه. الان بعد از چند سال زندگی کردن تو این منطقه یه مقداری گله‌مند شدم از دستشون و اینکه خواستم که این ویدیو رو شیر بکنم. حالا درسته که به زبان فارسی هست ولی خب به هر حال زیرنویس داره و شاید کسی ببینه، ولی میخواستم که برای اکثر بچه هایی که میخوان دانشجویی بیان مالزی، منطقه هایی که به هر حال دانشجویی هستش مثل منطقه ما که سمت بنگی هستش، اسم این منطقه بندر بارو بنگیه و اینجا اصلا همشون 99% دانشجو هن و تو هر منطقه یه دونه از این سوپرمارکت های بزرگ داره، عین شهروند هستش، ولی اینطوریه که اسمش که سوپر 7 هستش و قیمتشون پایین تر از فروشگاه های معمولی هستش و همه اجناس هم دارن. اما این امای خیلی مهمه، اما درصد کم بودن هزینه برای محصولاتشون اصلا نمیارزه، یعنی به کیفیت محصولشون نمیارزه. یعنی شما اگر 2 رینگت 3 رینگت ارزونتر میری مثلا گوجه فرنگی میخری یا هویجی میخری، چه میدونم یه سبزیجاتی میخری یا یه بسته بیسکویت میگیری، 2-3 رینگت ارزونتر از فروشگاه های معمولی هستش. اینطوریه که به هر حال اونقدر کیفیت نداره، یعنی به اندازه شاید بگم 5 رینگت حداقل کیفیتشون پایین تره، کوالیتی کار خیلی پایین تره. حالا ما بریم با هم یه چند تا محصولی که من خودم الان توی نیم ساعت 20 دقیقه یه خورده قدم زدم، یه مقداری اعصابم خورد شد. ما انقدر میگیم مثلا چه میدونم این کشور بده، اون کشور خوبه، این فلانه، اون بیساره، کشور خودمون بده، کشور بقیه خوبه فلانه. بیاین ببینیم واقعا تو واقعیت هم این شکلی هست یا نه، میدونی؟ یعنی ببینیم واقعیت این ماجرا به چه شکله که ما واقعا کشورهای دیگر رو میبینیم که در حد کشور خودمون باشه، محصولاتشون، چیزایی که به ارائه میدن به مردمشون واقعا هست در اون حد یا نه. بریم ببینیم چه جوریه. به هر حال اینم یه ویدیوی مقایسه‌ای هستش شاید یا انتقادی. بزن بریم. خب بریم از محصولات، گفتم گوجه فرنگی، گوجه هاشون رو من به اشتراک بذارم. ببینین اینجا این گوجه ها کلن حالا روش نوشته این نیست، این قیمت نیست، این قیمت برای ایناست که اونم باز چیزه، این به خاطر کیلویی و اینجور چیزاست. ولی اینو ببینین این کلن گوجه هاش 2.5 رینگته، 2.5 رینگت. اینجا مبلغ کمی هستش و افراد به هر حال میتونن توی غذاشون، سالادشون تک نفره، مثلا سالاد تک نفره یا ماست میخوان بخورن با گوجه یا چه میدونم هر چیزی که میخوان بخورن، به هر حال میتونن این بسته‌بندی کوچیکو بگیرن به جای اون گوجه های بزرگ که اون طرف هستش. اگر ببینین اون گوجه ها به جای اونا که بیشتر غذای خورشتی تو غذا میندازن اونا رو، این سالادی ها رو میان اکثرا میگیرن، این بلالای کوچیک و این گوجه های کوچیک رو میگیرن، گوجه گیلاسی ها رو. حالا
بحث میدین چیه؟ بحث اینجاست که قیمت 2.5 رینگته. اینجا قیمت 2.5 رینگته، این گوجه 2.5 رینگته. توی کوالالامپور که مرکز شهر هستش و فروشگاه هایی که به هر حال یه مقداری گرونتر هستن، این گوجه به قیمت 4.5 رینگت یا 5 رینگت یا 6 رینگت فروخته میشه. یعنی تقریبی 2.5 رینگت تا 3 رینگت 3.5 رینگت اینجا ارزون تره. خب ولی کیفیت چی میگه؟ یعنی آیا ارزش داره من این گوجه رو بسته 2.5 رینگت بگیرم، 3 رینگت ارزون تر بگیرم ولی اینطوری باشه کیفیتش؟ شما یه دونه گوجه، یه بسته گوجه با کیفیت اینجا پیدا نمی کنی. من نگاه کردم، ببینین اینا نارنجی نیست، فکر نکن اینا همش کاله. این تو دوربین این شکلی دیده میشه. ببینین اینا رو دائما همش رو خراب. این ببینین یعنی گوجه سبز انداخته برای من. کیفیت بسیار پایینه. اینجا کیفیت بسیار پایین، خیلی هاشون کپک زدن. الان بذاریم من اینو بهتون نشون بدم اینجا. حالا من همه رو به شما نشون ندم، همش که همینه، همش نگاه کنین همش همین کیفیت بده، ولی خب چون چیز داره، زمان داره میگذره، من به شما نشون بدم. میبینین اکثرا همینه. ببین اینم خرابه، این دوتا اکثرا همین. من یه دونه رندوم دیگه بردارم، خرابه. این کال نیست، این خرابه، توش خرابه. این به خاطر اینکه چیز شده. بذاری من کامل نگاه کنم. حالا بس اینجا نچسبیم، چیزای دیگه هم هست به هر حال، ولی میخوام بگم کیفیت رو شما ببینین که ما توی ایران مثلا اگر یه چیزی ارزون هست، قیمت کیفیتش به هر حال همون اندازه کمتره. نه اینکه یه مثلا این الان اگه یه رینگت و نیم بود من میگرفتم، ولی اینکه 2 رینگت و 50 سنت داره میده، اینو به اندازه شاید یه جای دیگه پروموشن زده باشه، آف زده باشه، همین 2.5 رینگت زده باشه، ولی کیفیتشون بسیار عالی تره. این از این. همه گوجه های کالن اکثرا. الان این برای یا خرابه یا گوجه های کالن یا خرابن. کیفیتشون واقعا پایینه، کیفیت واقعا پایینه. بریم برای اون وریا. حالا من این وسط یه چیزی بگم با مزه است براتون. توی مالزی من اکثرا رو هر چیزی که دست میذارم دیگه نمیارتش. یعنی من چند وقت بود که یه تخمه چی بهش میگن خدا، یا این تخمه های سفید هست، تخمه کدو فکر میکنم بهش میگن، تخمه کدوی سفید، مخصوص چینیا بود. دارم میرم سمتش بهتون نشون بدم. ببین اینجاش اینجا بود، دیگه نمیارنش. یعنی 3-4 تا دونه من ازش خریدم، تموم شد، دیگه نمیارتش. الان 1 هفته است من منتظر اینم، دیگه نمیارتش. یه چیزی که واقعا جالبه برای من. و مثلا تو ایران وقتی یه چیزی جنسی تموم میشه سریعا شارژش میکنن، به دلیل اینکه شما به هر حال میفهمی که مثلا یه مشتری داشته، ولی اینا اصلا کلن اصلا هیچ چیزی نداره. جالب بود نه؟ برای خودم هم خیلی جالبه. کلن تو این چند سال که توی مالزی بودم، یه تجربه‌ای که خیلی برای من تلخ بود این بود که اینا اصلاً به مشتری نیاز ندارن. خیلی عجیبه برای من. شاید بگین چرا؟ به خاطر اینکه خب مالایی‌ها خیلی آدمای کارکنیان، خیلی ما میگیم تنبلن، ولی تنبلی از حقوقشون میاد. مثلا یارو میبینه خب من اگر این کارم، من مثلا مغازه‌دار هستم، توی گرب تاکسی هم کار میکنم، مثلا 3 روز در هفته کار میکنم، یا مثلا شبا هر شب مثلا 4 شب در هفته میرم تا صبح تاکسی گرب. همون حقوقمو در میاره، همون خرج و مخارجمو، همه چیشونو در میاره. اصلا یه چیز غیر قابل باوریه. ولی هم با اون ماشین میخرن، هم 14 تا بچه دارن، هم
گوشی میخرن، هم خونه میگیرن، هم زندگی میکنن، هم خوراکی میخورن، همه جوره هر هفته هم بیرونن. تمام غذاهاشون بسیار بیکیفیت، بسیار توش چربی هست، روغن هست، عسل، شیرینی خیلی میخورن، شکر خیلی میخورن و این بسیار ضرر رسونه به بدن. حالا توی ویدیوهای بعدی سابسکرایب هم بکنین منو، حتما توی ویدیوهای بعدی حتما براتون میذارم که میگیرم براتون که چه غذاهایی، اینا اکثر غذاهاشون رو میذارم ببینین، براتون تعریف میکنم ببینین چه جوریه نوناشون. حتی هیچ نونیشون اصلا به نون ماها نمیرسه، واقعا خوشمزه نیست هیچ چیزشون، یعنی فقط برای سیر شدن شما در مالزی غذا. امیدوارم که یه روزی بشه که واقعا کشور ما هم پر از توریست بشه و بیان و ببینن، واقعا بچشن طعم زندگی رو، طعم غذای خوشمزه رو، قرمه سبزی و طعم زرش پلو با مرغ و طعم اون غذاهای بسیار مقوی و خوشگل و خوشمزه‌ای که ما داریم با طعم و مزه های مختلف و خیلی خیلی سالم‌تر. الان شما خیلی شاید مثلا تعجب بکنی، بگی به من چرا مثلا قرمه سبزی یا مثلا زرش پلو با مرغ چرا میگم سالم؟ به خاطر اینکه من الان میدونم که بعد از این چند سالی که تو این کشور زندگی کردم کمتر غذایی پیدا میشه که حداقل روغنش به اندازه روغن قرمه سبزی ما باشه یا روغناشون به اون سالمی باشه. همه روغناشون بلا استثنا پالم داره و بسیار سرطانزا و بسیار هیویه. من حتما براتون میذارم، حتما سابسکرایب بکنین منو، این زنگوله این پایینم حتما بزنین که نوتیفیکیشنش براتون بیاد که بدونین که کی میذارم اون ویدیوها رو. حتما بیاین ببینین ویدیوهای قبلی رو، حتما چک بکنین ببینین. خیلی خیلی واقعا من به حمایت شما نیاز دارم که بتونم بیشتر جاهای مالزی رو بیشتر انتقاد کنم، بیشتر خوبیاشو بهتون نشون بدم، بیشتر جذابیتاشو بهتون نشون بدم. خیلی خوشحال میشم منو حمایت بکنین، ممنون میشم، مرسی. بزن بریم حالا ببینیم چه جوریه. فعلا اینا بیشتر من رو مشتری مداریشون بودم که واقعا اینا اصلا بخش آجیلاشون اینجا توی فروشگاه‌های دانشجویی به این شکل هستش که بی‌کیفیت ترین آجیلا رو میارن و با همون قیمت، حالا 4 رینگت ارزون تره، 3 رینگت ارزون تره. یعنی 3 رینگت اینجا ارزون تر از مرکز شهر هستش، ولی کیفیت هیچی، کیفیت داغون. یعنی من الان چند ماه هوس انجیر کردم، انجیر خشک، هی میام هی همین 4 تا هستش، هیچ کدومشون هم نمیخورن این مالایا، همین مونده اینجا 4 ماه، ورش هم نمیداره. کیفیت بخوام بهتون نشون بدم دیگه، ببینین همه کشمش، یه 4 تا دونه روش چیز گذاشته، خورده گردو اینا. میدونین اینو بد نیست ها، من نمیگم که حالا خیلی غرغر بکنم، خیلی چیز بکنم، ولی بحثم اینجاست که واقعا توی تمام آجیلاشون اصلا کیفیت نمیبینی. یعنی وقتی که میخری بسته بندی، الان میگی نه کامیار مثلا بسته بندیش عالیه، نمیدونم خودش خیلی خوبه، خیلی پره، خیلی فلانه، ولی وقتی میخری باز میکنی توش حداقل 10 تا خراب میاد، توش حداقل چند تا فاسد میاد. خیلی 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 بی‌توجهن نسبت به مشتری. اینجا نگاه کنین، میبینین همه خراب شده. یه سری اسنک دارن، حالا مثلا اینم میتونی بگین آجیل، مثلا حالا این بادوم زمینی هست، ولی اینا یه سری اسنک دارن که اصلا تو شور پیدا نمی کنی، یعنی فقط به خودشون توجه میکنن. بسیار 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 آدمایی هستن که اصلا به توریست، به دانشجوها، به قومیت‌ها، به تنوع مزه، طعم اصلا دقت نمیکنن. اصلا همه اینا تنده، تند و شیرین، همه اینا تنده
میبینین زردن. اینو ببینین، این پاندان، این شیرینه. پاندان همون پاندانی که توی استریت فودا بهتون نشون دادم. برین اون فیلمو ببینین حتما. حالا میذارمش این گوشه، برین ببینین. ببینین باقالی باقالی اینا همشون شیرینه. این همه شیرین تند. هیچ چیزی شما شور نمیبینی، ترش نمیبینی، هیچ چیزی. اگرم ترش دارن اینه. بذار من سریع بهتون نشون بدم. اینا یه پودر ترش دارن، اینا هاشش. این پر توش شکر. چیزایی که مثلا بچه‌ها دوست دارن باید ببینن. من مردم مثلا همه امتحان میکنن غذاهاشونو، نمیدونم داره کار میکنه، یارو میخواد یه چیز ترشی بخوره، یه چیز شوری بخوره، فشارش بیاد بالا، همش شیرینی، همش تندی، اصلا یه چیز افتضاحی. بعد همه چاق، یعنی اصلا امکان نداره که از این تندی چیزی بهشون برسه، به خاطر اینکه اگر تنده حتما شیرین هم هست، حتما یه عسلی هم خورده اون پوش. اینجا همه میوه هاست. شما میبینین قیمت ها رو، ببینین قیمت ها همه ارزون تر از فروشگاه های معمولی هستن. ولی من همین دیروز پریروز فکر میکنم اگر ازش عکس گرفته باشم توی گوشیم هست، میذارم توی این گوشه، ولی نمیدونم دارمش یا نه. ولی فکر کنید که من یه بسته از این گرفتم، پریروز گرفتم، امروز صبح باز کردم، 4 تاش کپک زده بود از داخل و شما در نهایت 10 رینگت پول دادی. و وقتی که میای اینجا میگی این خراب بوده، میگی خودتون خب رفتین برداشتین دیگه از اینجا. میدونین انواع اقسام مختلفی دیگه هم هست با قیمت‌های مختلف، مثلا 11 رینگته، ولی این همین کیفیته. به خدا راست میگم، یعنی اصلا چیزی که تو مالزی شما میدونی میفهمین اینه که به دست میارین به عنوان تجربه، اینه که شما هیچ از نظر قیمتی هیچ کیفیتی رو به دست نمیارین. مثلا میبینین 2 تا 3 تاش خرابه داخلش، ولی وقتی که میاین اینجا میبینین اینم دونه 1 رینگته، یعنی اینم گذاشته دونه 1 رینگت، این سالمتر و خوبتره. میبینین اینو حالا یه دونهش خراب بود، همش سالم و خوب و قشنگه. شما اگه از این برداری بیشتر به نفعت. من امروز متوجه شدم تا اینکه بخوای از این برداری. چرا بعضی موقع ها، چرا من امروز متوجه شدم؟ چون بعضی موقع اون نیست، اون 1 رینگتی بازار موقع همین بسته بندی هست. سیباشونو ببینین همه خراب. قیمت هم اندازه مرکز شهر یعنی کوالالامپور. اینم داره میفروشه، اینو توی کوالالامپور میذارن 1 رینگت، اینو داره میفروشه 3.5 رینگت. قسمت لبنیات الان میگن به به همه چی دارن، نه؟ خب ببینین این شیر کاکائوه، 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 شیر قهوه است. این شیر کاکائوه، این شیر کاکائوه، این شیر کاکائوه، اینا شیر کاکائوه، این شیر کاکائوه، این شیر کاکائوه. دیگه بذار براتون پیدا بکنم. این کوچیکام داشتن شیر کاکائوشو، الان تمام کرده. من به کی بگم؟ به کی داد بزنم بگم؟ اینا هیچ کدومشون مزه شیر کاکائو ایرانی نمیده. هیچ کدومشون مزه شیر کاکائو واقعی رو نمیده. همشون مزه پودر کاکائو در شیر میدن. همه مزه پودر کاکائو در شیر میدن آقا. من به کی بگم؟ اینا همه شیره، باز شیرای معمولی هم هست در کنار این شیر کاکائوی عزیز. هیچی به هیچی، یعنی اصلا انگار نه انگار اینا اصلا برای خودشون اهمیت و ارزش قائلن. هیچی. شیر کاکائو زرده، شیر ببخشید میگم شیر کاکائو، شیر زرده، شیراشون زرده، شیراشون شیر سفید نیست قشنگ، شیرشون زرده. اصلا لبنیات مالزی بسیار میگیری، ماستا همه شیرین. من رفتم اینو گرفتم، شما یه قطره شکر میبینید اینجا بزنه شوگر، یه شوگر نداره.
میبینی شیرینه. اینو میبینی شیرینه به این بزرگی. تو همه چی فقط بلدن مش عسل و شکر بریزن، کیفیت هیچی. این کیفیت صفر، واقعا صفر. یک کیفیت بذار من یه دیگه پیدا کردم، یک کیفیت دیگه بهتون نشون بدم. این قفسه رو میبینید؟ این قفسه اکثرش عرقیجات و ایناست، ولی نگاه کن حالا اینا 100 بار از اینجا رد میشن، 100 بار اینا یه چیز میبینن، دوربین میبینن، 100 بار از جلوش رد میشن. دیدی رفت، هیچ کاری هم نداشت، الکی 2 بار اومد و رفت. بذار من بیارمش بالا. آب لیمو کی دیده این رنگی باشه آخه؟ یعنی میدونم آب لیمو کی دیده این رنگی باشه؟ رو برنج ریختم زرد شده. من اینو به کی بگم؟ نه رو برنج میریزم زرد میشه، یعنی اصلا رنگه خوبه. حالا مثلا بعضیا میگن تو ایران اسیده، حالا این اسید هم نیست، این آب و رنگه، یعنی معلوم نیست اون رنگ چیه. به خاطر اینکه سرکه رو بفروشه با قیمت زیاد، این برای شستن سالاد و ایناست و اینو با شیشه درست میکنه. چه چیزی داره که اینو با سرکه درست میکنی، با شیشه درست میکنی؟ اصلا من به هم نریزیم. اینو بعد با چیز درست کرده، اینو بعد با پلاستیک درست کرده. اینو با پلاستیکه آقا، من چی بگم؟ این با پلاستیکه. بعد چیزی که میخوای بشورین برای چی با شیشه درستش کردید؟ خدایا ببین نگی کلافه شدی ها. من الان اینجا اعصابم خورده، الان من اعصابم اینطوری، الان من واقعا یه چیز درست حسابی من پیدا نمی‌کنم آقا. یعنی اصلا یه چیز افتضاحیه، من نمیدونم واقعا، من اصلا درک نمی‌کنم. اینقدر مشتری مداری رو من درک نمی‌کنم واقعا. آها پیدا کردم. بیچاره شدیم دوباره یه قره دیگه. روغن زیتون آقا، بیبو، بابو، خارجی، ایرانی. همه رو من اینا رو گیر آورده. اینا ایرانی که نداره، ولی اگر ایرانی داشت اصلا اینا فروش نمیرفت. همه رو میان میخرن. الان شبیه‌های اینجا نیست، همه میان میخرن. نه آقا، نه طعم داره، نه عطر داره، نه مزه داره، هیچی. اینجا اصلا به توریستا، اصلا به گردشگرا، اصلا به کشورهای دیگه اهمیت نمیده. میگه من غذاهای خودمو دارم، زندگی خودمو دارم، روش زندگی خودمو دارم، طعم غذاهای خودمو دارم. شما مگه دوست داری میتونی خودتون یا مثلا چیز واردم که دیگه نمیتونی بکنی. اگه بخوای وارد بکنی باید دم یکی از ما رو ببینی. یعنی شما باید حتما اینجا اگر یه مغازه مثلا سرکه فروشی ایرانی داری یا سرکه فروشی مثلا چینی داری، شما حتما باید بری یه دونه مالایی اونر گیر بیاری که اونجا از اون بتونه بره برات قانونی مجوز مغازه بگیره یا مجوز واردات بگیره که بیاری تو کشور اینجا مالزی و اون سرکه ایرانی رو بفروشی. مثال میزنم. یعنی میگه ما همه چیمونو خودمون داریم و احتیاج به هیچ کس نداریم. خیلی 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 مؤدبانه، که من فکر نمی کنم مؤدبانه باشه، ولی خیلی خیلی مؤدبانه، خیلی مؤدبانه. میگه نیاین، میگه بیا یه ماه بمون. یعنی بامون حال کردن 15 روز چیزمونو، 15 روز مسافریمونو کردن 1 ماه ویزای مسافری. یعنی حال کردن با همون 1 ماه ویزای مسافری. بیا اینجا حالتو بکن، گردشت هم بکن، 4 تا غذای بدمزه ما رو، خوشمزه ما رو البته خودشون میگن، خوشمزه ما رو هم بخور و بعد برو. یعنی
خیلی خیلی یعنی هر چیزیشون، هر تیکه مالزی داره بهت فوش میده. یعنی بیشتر از یه ماه بمونی داره بهت فوش میده انگار. همه چیشون داره بهت فوش میده. اصلا هیچ چیشون نیست که بخوای به این فکر بکنی که نه، جای یه گردشگر تو این کشور حتما هست برای 1 سال مثلا بتونه زندگی بکنه. خیلی سخت پیدا میشه آدمی که بتونه برای زندگی بیاد اینجا بمونه، چون اینجا به ما ویزای اقامت هم نمیده، در صورت خرید خونم ویزای اقامت نمیده. همونطوری که در ویدیوهای قبلی گفتم برای اقامت در مالزی و زندگی در کشور مالزی ویدیوهای منو ببینین، حتما هم منو سابسکرایب بکنین. برای چندمین باره ببینین ازتون انتقاد میکنم. حتما سابسکرایب بکنین، حتما زنگوله رو بزنین که ویدیو براتون بیاد. ویدیو قبلی هم حتما ببینین، خیلی به دردتون میخوره اگر میخواین بیاین مالزی. اگر نه خیلی جذابه براتون. به نظرم مالزی پر از تنوع اتفاقای زیاده، میدونین، اینطوری بهتره بگم. یعنی مثلا جوری نیست که بتونی یه روز بدون اتفاق زندگی بکنی در مالزی، حتما یه چیزی متعجبت میکنه اینجا. برای همین من اونم ویدیو میذارم، برای همین حتما ببینید. حتما. خیلی خوشحال شدم. من انتقادامو تا جایی که میدونستم کردم، خیلی هست، بیشترم هست، ولی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، ویدیو هم زیاد میشه تایمش. امیدوارم که هر جای هستین سلامت باشید. منو حتما سابسکرایب بکنین، به حمایتتون خیلی احتیاج دارم. خدا وکیلی اگر با ویدیوهای اینقدر حال میکنی، حتما لایک بزن، حتما شیر بکن، حتما سابسکرایب کن و منو حمایت کن حتما. و امیدوارم که بتونیم به بالا برسیم با هم دیگه. سابسکرایب های من بره بالاتر، ویدیوهام کیفیتش بالاتر میره و اگر بتونم فعال بکنم یوتیوبمو با حمایت شماها، میتونم به هر حال ادیتور بگیرم، ویدیوهام قشنگتر میشه، جذابتر میشه. اینطوری نمیخواد از صورت نزدیک منو ببینین. قشنگ یه دوربینی میگیرم، قشنگ به خودم میرسم. حمایت کنین. مرسی. برادر حمایت کن، زنگوله رو بزن. خواهر من ویدیو قشنگ، ویدیوی قبلی رو برو ببین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.